به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود. گفتیم که چاکراها مراکز انرژی بدن هستند که انرژی های مثبت و منفی رو به خودشون جذب میکنن و باعث تقویت یا دگرگونی انرژی بدن میشن. این مراکز انرژی هفتگانه بسیار قدرتمند هستند و در ستون فقرات قرار دارند و رابطه بین روح و جسم هستند. پرانا یا همون انرژی حیات در درون چاکراها همیشه در حال چرخشه. مجراهایی که انرژی از درونش حرکت میکنه نادی نام داره و حدود 72,000 نادی در جسم ما وجود داره. هر چاکرا رنگ مخصوص به خودش داره و به صورت مارپیچی از مرکز چاکرا به بیرون حرکت میکنه. هر گونه عصبانیت و خشم، غم و غصه، ترس و نگرانی و استرس و اضطراب باعث بسته شدن چاکراها میشه. همونطور که گفتم بسته شدن چاکراها بیماری‌های روحی و جسمی به بار میاره و سریعاً باید پاکسازی بشه. وظایف چاکرا کنترل و توزیع پرانا یا همون انرژی حیات، جذب و گوارش در بدنه و تنظیم غدد درونریز به وسیله بعضی از چاکراها انجام میشه. در حقیقت کنترل، تقویت و مسئولیت درست کار کردن کالبد جسمی و اعضای مختلف بدن بر عهده چاکراهاست. بعضی از چاکراها مراکز استعدادهای روانی هستند. فعالسازی چاکراهای خاص میتونه باعث توسعه استعدادهای روانی خاصی بشه. به طور مثال فعال کردن چاکراهای فرعی کف دست میتونه ما رو در احساس کردن انرژی‌های لطیف و حاله درونی و بیرونیمون کمک کنه. چاکراهای اصلی که براتون توضیح دادم از کف لگن شروع میشه تا روی پوست سر. توی فایل قبلی رنگ‌های هر چاکرا رو توضیح دادم و گفتم که همراه داشتن چه سنگ‌هایی و بوی چه عطرهایی میتونه انسداد هر چاکرا رو برطرف کنه. چاکراها به طور معمول 3 تا 4 اینچ قطر دارن. میدونید که هر اینچ حدوداً 2.5 سانته. چاکرای اول که گفتیم به نام ریشه است و در کف لگن قرار داره. با اعضای استخوان‌ها، پروستات، مقعد، ناخن‌ها، پا و نیز دندون‌ها در ارتباط و مسئول انرژی دادن به این قسمت هاست. چاکرای ریشه حس بقا و امنیت رو به ما میده. چاکرای فوق‌العاده مهمیه که یکی از مهمترین تأثیراتش روی ما اینه که به دست آوردن ثروت، حفظ پول، خانه و ارتباطهای ما رو تقویت میکنه. چاکرای ریشه نوع احساس بودن روی کره خاکی رو به ما میده. پاکسازی این چاکرا ناراحتی ها و نگرانی های مادی ما رو برطرف میکنه و پول و ثروت رو به زندگیمون میاره و باعث روابط دوستانه با مردم اجتماع میشه. چاکرای ریشه کینه‌توزی ها رو از بین میبره. برای باز کردن چاکرای ریشه باید خودمون رو رها کنیم. البته برای باز کردن تک تک چاکراها بعداً بیشتر توضیح میدم. چاکرای دوم که گفتیم خاجی نام داره باعث رفع خشم و کنترل خیشتن میشه و باز هم قدرت ارتباطی رو بیشتر میکنه. از نظر جسمی چاکرای خاجی مربوط به مسائل گوارش و هضم غذا و گردش خون هست که این سیستم‌های گردش خون و گوارش رو تنظیم میکنه.
جایگاه فیزیکی چاکرای خاجی انتهای ستون فقرات و از وظایف مهمش تولید مثله. چاکرای خاجی نیازهای جسمانی و تمامی احساسات جنسی رو شامل میشه و باز بودن چاکرای خاجی باعث شادی و نشاط میشه. برای باز کردن چاکرای خاجی غیر از مدیتیشن و مراقبه که بعداً توضیح میدم، شما میتونین به دیگران کمک کنید و بدین وسیله خشم خودتون رو کنار بذارین. نباید دو دل باشین و مهمتر از همه این که خودتون رو ببخشید. این موارد رو در چالش‌های ثروت و موفقیت براتون توضیح دادم. عادت‌های ناپسند رو باید کنار بذاریم و با تمرکز روی افکار از پرش افکار جلوگیری کنیم. مهمتر از همه سیگار رو ترک کنیم. اینها باعث میشه که میل جنسی در انسان تقویت بشه و احساس لذت از زندگی رو داشته باشیم. و اما چاکرای سوم یا شبکه خورشیدی 2 انگشت یا حدوداً 4 سانت بالای ناف به صورت یک خورشید زرد رنگ هستش. قبلا گفتم که توازن چاکرای خورشیدی باعث ایجاد تعادل روی اعصاب کیسه صفرا، کبد، طحال و کلاً احشاء شکمی میشه. چاکرای خورشیدی کنترل کننده چاقی، مرض قند و یبوست رو درمان میکنه و باعث ایجاد اعتماد به نفس میشه. چاکرای خورشیدی از نظر روحی با شخصیت یا خود واقعی در ارتباطه. برای باز کردن چاکرای خورشیدی باید دلایل حساس بودنمون رو بشناسیم و اونها رو از بین ببریم. پرخاشگری و عصبی بودن رو کنار بذاریم و به نوعی به خودشناسی برسیم. برای خود و دیگران احترام قائل بشیم و اعتماد به نفس رو در خودمون تقویت کنیم. این موارد با کنترل دیابت و مشکلات شکمی و حتی یبوست کمک میکنه. و اما چاکرای 4 قلب که کمی بالاتر از قلب کالبد جسمیمون هست، وظیفه چاکرای قلب ایجاد عشق و علاقه است و همچنین روی پوست ما تأثیر بسزایی داره. اگر چاکرای قلب پرکار بشه باعث ایجاد عشق بی حد و حساب و احساس مالکیت داشتن میشه و انسان طلبکار و بد اخلاق میشه. کمکاری چاکرای قلب ایجاد افسوس و وحشت زدگی، عذاب وجدان و بی‌تفاوتی میکنه. روش پاکسازی چاکرای قلب اینه که احساسات خودتون رو مخفی نکنین، اونها رو نشون بدین. بی قید و شرط خودتون رو دوست داشته باشید، چیزی که من دائما بهتون سفارش میکنم. جلوی آینه با خودتون با مهربانی صحبت کنید و دیگران رو هم همینطور که هستند بپذیرید. در روابط احساسی برخورد نکنید و در رابطه عاطفیتون به خودتونم فکر کنید. به خواسته های خودتون هم بها بدین. چاکرای 5 چاکرای گلو بین گودی گردن و حنجره وجود داره. مربوط به غده تیروئید و عطر گل سرخ میتونه اون رو بازش کنه. وظیفه چاکرای گلو بیان و صحبت کردنه. اعضای گلو، فک و بازوها و گردن در تحت کنترل چاکرای گلو هستند. در صورت پرکار بودن چاکرای گلو باعث میشه که به هیچ حرفی گوش ندید، چون دائما در حال صحبت کردن هستی. کمکاری چاکرای گلو باعث میشه که از شنیدن حقیقت احساس خطر کنین و در زمانهایی که لازمه حرف دلتون رو به کسی نگین. در حقیقت کمرو هستین و دیگه قادر به مطرح کردن خودتون در هیچ زمینه‌ای نیستین.
برای پاکسازی چاکرای گلو سعی کنید احساساتتون رو بروز بدین، اما مدام حرف نزنید، بلکه به دیگران هم گوش بدین. حقیقت رو بگین حتی اگر به ضررتون باشه. به احساس درونی خودتون گوش بدید و بهش اطمینان داشته باشین. دوستان خوبم، قبلا خیلی براتون توضیح دادم. باید به احساس خودتون گوش بدین. احساس ما به همون دروغ نمیگه. شاید ذهن بتونه ما رو گول بزنه و از ما کارهایی رو بخواد که درست نیست. اما احساس همیشه میگه که چه کاری درسته، چه کاری غلط. حتی جنایتکارها و قاتلها هم احساس گناه و احساس اشتباه بودن کارشون رو دارن، اما بهش توجه نمی کنن. پس همیشه به درون خودتون گوش بدین. اون اشتباه نمی کنه. برای باز شدن این چاکرا، چون دوستان گفته بودید بیماری تیروئید دارین و چطوری باز میشه، توی مدیتیشن و مراقبه براتون بیشتر توضیح میدم. و اما چاکرای ششم یا همون چشم سوم از مهمترین چاکراهای بدنه. بین دو ابرو یه بند انگشت بالاتر از پل بینی و دقیقاً جلوی سره. وظیفه چاکرای چشم سوم ایجاد دانش هستیه. اعضای صورت وابسته به این چاکرا هستن. پرکاری چشم سوم و از دست دادن عدم اقتدار کافی، واقع بینی، غرور کاذب و انحصار طلبی و چیزی که خیلی مهمه متعصب بودن منجر میشه. کمکاری چشم سوم باعث بی‌ثباتی شخصیت و ترسو بودن میشه. پاکسازی چشم سوم، مراقبه، تنفس عمیق 4-4-7 که دائم در کانال براتون توضیح دادم و حفظ آرامش درون. احترام گذاشتن به دیگران و اعتماد به شهود خودتون، یعنی به اون چیزی که در درونتون به تو میگه چه کار بکن، چه کار نکن و ابراز آنچه که دوست دارین. چاکرای هفتم تاجیه که فرق سرمون هست. پرکار بودن چاکرای تاجی باعث افسردگی و ناامیدی میشه. از هیچ چیز لذت نمیبری و کمکاری چاکرای هفتم باعث منزوی شدن و گوشه‌گیری میشه. برای باز کردن این چاکرا باید در لحظه زندگی کنید. نه به گذشته‌ای که اتفاق افتاده و نه به آینده نامعلوم فکر کنید. شکرگزاری میتونه بسیار مؤثر باشه. از دنیای درونتون آگاه باشین تا دنیای بیرون هم مثبت بشه. مراقبه و یوگا انجام بدین و به معنویات بپردازید تا از زندگی لذت ببرید. همونطور که قبلا هم گفتم، چاکراها مراکز انرژی بسیار با اهمیت در بدن هستند که اگه توازن و تعادل نداشته باشه زندگیتون دچار اختلال میشه. مراقبه، مدیتیشن و مهمترین کار وضو گرفتن، نماز خوندن با آرامش و حواس جمع میتونه خیلی مؤثر باشه.